این چه روستاییه؟ چقدر تاریکه، چه مسیر خرابی هم داره خدایا. آقا یه لحظه میشه وایسین؟ ببخشید میشه یه لحظه بیای؟ حتما. سلام. سلام. آی هوا خوری جمعه هنگوینه. سلام. علیک سلام. وقت بخیر. قربون شما، خیلی ممنون. مرسی، ممنون، تشکر. اینجا خونه بتول خانم کجاست؟ چرا دارین گریه میکنین؟ اتفاقی افتاده؟ آقا سوارشتین با هم بریم نشونتون. نه نمیخواد شما بابا سوارشتین نشونتون. نه نمیخواد، پیدا میکنم، با ماشین میرم پیدا میکنم. شما آدرس رو بگین. خب بذارین سوارشتم نشونتون بدم دیگه. آقا آدرس رو بگو، من خودم میرم. باش. بله. شما مستقیم میری؟ بله. از قربون جلگی تیزب. همین که رسیدین مستقیم دست راست. هوای چنج. دست راست. یه در آبیه. معلول خانم اونجا. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی، متشکرم. بذار من براتون در باز. مرسی. بذار من نه متشکرم. ببین شب الانا دختر تنها این وقت نه گتی جمعتی کی داره بچی؟ به بلول خانم سلام برسید. بلول به بلول سلام برسید. وای خدایا، یعنی خونه بتول خانم اینجاست؟ یعنی من قرار امشب اینجا بمونم؟ آی چه وضع پله هاست خدای من چطوری برم بابا این کفش یعنی خونه است؟ چراغاش که خاموشه. این چیه دیگه؟ بتول خانم، بتول خانم خونه این؟ بسم الله. اما چی سفله کنم؟ بتول خانم شمایی؟ هیا خودمونم. منم منتظر شما بودم تا بیاین. نه من چی میگه؟ منتظر بودم که شما بیاین. چه بشه؟ اما یا کی داره عربی گسا دیگه؟ چه خبر؟ منم منتظر بودم تا شما بیاین بتول خانم. تنازناکم که تا مطلب میده ماسته بینه مال زیناره. چی؟ رفته بود آها خونه زینار. جینا؟ هیا گنشو. آها همسایه هسمایه ها همسایه. رفته بود قاطق بیاره ماست ها. ماست روستاست دیگه. یه گنده یه روستا. آره مال گنده. حتما خیلی خوشمزه. هیا چه خبر؟ چه قربان ببین چه خبر؟ سلامتی؟ نه سلامتین. خب چه هاتیه لیرت کدوم اوی سیستم اوی؟ چی؟ هیچه اینو یک لحظه توت بگیره اینو چی؟ هیا دفعه نبیده که سم مثلا یکی ریدم گوشی رو میذاری اونجا. شماره بکیر دانم اثر عکس گوره لیدم. به کی دارین زنگ میزنین؟ شورای گنده. کی؟ شورای روستا. شورا چرا مگه اتفاقی افتاده که به شورا بخوای زنگ بزنی؟ سلام علیکم شما بچه کیفت سانه گرمه قربان ببین. الو بکیر کیه؟ آقا بکیر آنتن چنینه. آقا بکیر کیه؟ آقا بکیر هیچ به آقا بکیر الو
Küçük kaçıya malamadı tilkezi bu harip perkiriye. نسناکم که بشید نیزان سر داری درباره من حرف میزنی؟ بیشتر بزنیم خبر دیدم حرف میزنه آگرته نبوم آقا بکر حرف میزنی آقا بکر بیشتر بیدایی که حرف نزن دیگه ای آدم ندیده گوشیه دیگه بله آقا بکر حتی مال ما فرم قربان ببین سن زندگی یاری کردن خدافظ چی گفت؟ هیچی برین داخل بریم داخل خودم میتونم بیام خودم میام صبر کن آخه من نمیتونم با این کفش از این پله ها بیام بالا تدیکشن تو رو میکشد بیا داخل کلبه هگورانه هست کلبه چیه؟ هگورانه فقیرانه میشه این لحظه اینو بگی این دستم هم اگه بشه بیا تو خیلی ممنون بیا داخل سولک بیرون چی؟ سولک بیرون توله خودتون چرا در نیاوردی؟ من پیرم حواسم اینه منم جوونم حواسم اینه که برم سولک در من پیشتمش کنم یالا من دیخم داشت میخواه یالا خودت در بیارم من اخسته کنم که مال من دستون بدم و من نه نشمه ولی گوشون بشو بلکه خلقی کنم بطل خانم شما اینجا زندگی میکنی؟ چی؟ شما اینجا زندگی میکنی؟ هایا دیشم اره یکم یه جوری نیست چه جوریه؟ یکم یه جوریه این سوسک و عنکبوت برو بشین گیسم برو بشین راحت باش راحته نه آی یالا گیسم میگه نخیر بستر زمه سازی که ایتانه گله خیر بگیتمه خیلی ممنون مرسی شما خوب هستی؟ ممنون چه خبر؟ چه روستای خوبی دارین؟ روستا؟ بله من روستا گوشاتون سنگینه؟ نه چه خبر؟ کیه؟ قرار مهمون بیاد خونتون؟ نزانم بلکه آقا بکر آقا بکیر؟ بزنم میدونم بیام آقا بکیر کیه دیگه؟ در زنگ دا چه خبر کی هاتیه؟ نزانم گرمه یک هاتیه زمانوی نزانم عربه نزانم انگلیس نزانم فرانسه نزانم از اشنویه نزانم خیلی ممنون خوش اومدی مرسی درش گله خیر بگرمه سر سابا میکرم نسیت کتیه رو نگرم نه بفرمایید بالا آقا بکر سایکم میکر لغاز زمتیکت هنده وازلین لیدامه روغن بیبار لیدامه همه لیدامه میستی دم رو همه دیچم همه چی من خدا تا سلامت یاد قربانه تبینه نیزان موکی هات ببخشید شما از کجا اومدین؟ والا من دوست دختر بتول خانومم از شهر اومدم به خاطر پایان نامه دانشگاه هم اومدم روستای شما رو ببینم مثل این که دختر بتول خانوم میگفت خیلی جاهای دیدنی خوبی داره یه مسجد خوب نمیدونم یه پل خوب به خاطر این اومدم خیلی خوش اومدین اگه دوستا که چاته هاتیاله شهر هاتیان در شوله یا دانشگاه هبو به خاطر هنده هاتیان مش گو که چه بیه دوی نویشه زنگ دا از رازا بون از بچم رازه اونش بخواه بگین رازه ده اگه که هم زان سابه همی چپ دوستا که چا منه بله دوستا که چا آیا بار دیشون بینویلته گریه نکن چرا گریه کنی و تو چرا نبود دوستا که چا منه قربان میده توزی نگیری نه شما هم اگه چیزی لازم داشتین بهم خبر بدید خیلی ممنون مرسی فعلا شبتون خوش بچه بله زوگو قربان بده زحمت داشتم کرم جلوی نرم خدا سر شبه داری بتول خانوم بتول خانوم چیه؟
رازه؟ به ترین صدایی که رو انداخته فکر میکنم من میتونم رازه بکنم. چه صبح دلانگیزی، چه هوایی. ورزشی هم بکنن اینجا. I saw his پیشه که کسافت وره شد وره تو به شرف به صدش کرد